اونایی که مثلا این مسئله هم گفته گذاریم، چون که پگاه روزی شنبه است، در بسیاری جاها بازار میشد، روزی یک شنبه بازار است، خریدنی باشد. گوسفند از 6 ماهه بالا باشد، بوز از 1 ساله بالا باشد. گوسفند هم اگر از 1 ساله بالا باشد با بهتر برای از خلاف برآمدن. لیکن گوسفندای تاجیکستان خاصتاً گوسفندای اروپا نه، گوسفندای تاجیکستان 6 ماهه بالاشه میلش، برای آنکه گوسفندای تاجیکستان دنبه‌دار است. باور کنید 6 ماهه تاجیکستان از 2 ساله دیگه جاها شاید کلام باشد. برای همین خاص برای تاجیکستان است. بچه‌هایی که مثلا در اطراف دنیا هستید برای شما داخل نداره. شما حرکت کنید، گوسفند 1 ساله، بوز 1 ساله، گاو باشد گاوی 2 ساله، یعنی 2 سال پوره شده گذشتگی باشد، 1 روز اقلا گذشته باشد. اینا میدونه تمام چی ها متخصص های حیوان ها از دندانهاش از دیگر علامتاش سن و سالش معین میکنند. و حرام است فروختنی حیواناتی که سزاوار قربانی نیست بازار ببرد فریب داده نبرد. کسانی که مال میفروشتن ایامی من قربانی و بازار میبرد میدونید که مردم قربانی و میخرد مالی مناسب برارید، یعنی گاوی که از 2 سال بزرگ است، این چونین شاخش شکستگی، دومش بریدگی، گوشش انسه یکش زیادش نیست باشد نمیشد وهای قربانی کرده. پچکش شکستگی یا چشمش بینا کسل نباشد، دیوانه نباشد، فهمیدید؟ یعنی مکمل باشد. گوشش کمک بریدگی باشد هیچ گپ نه. 3 گوشش یعنی از 66% گوشش در جاش باشد اقلا. از 1 کمترش یعنی 25% 20%ش نباشد معله هیچ گفته ندارد گوشش. یا بریدگی باشد در جاش ایستاده سونه که بریدگی هیچ گپ نمیشد قربانی کردن. یعنی بوز گوسفند 1 ساله بالا، گاو 2 ساله بالا. ای شطور کن. من کسانی که در قزاقستان هست یا حتی در کنی بودم هم شطور بود، آدم ها اومده خریده روزی عید قربانی کنه بودن. خیانایی که شطور داره در کشورهای عرب زندگی میکنه شطور کشتنی باشن 7 کس. شطور 5 ساله بالا باشد، باید 4 ساله و 11 ماهش نمیشد. شطور 5 ساله بالا، گاو 2 ساله بالا، بوزو گوسفند 1 ساله بالا یه خریدتون. مادینه باشد اجازت است، اخته کرده اجازت است، بلکه اخته کردگیش نقض است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوصا اخته کردگیش میگرفتن که گوشتش هم خوشمزه، هم بیبو، هم فربه، هم سر روغن. برای همین یعنی اخته کردگیش با خوبتر نباشد. سال یک آدم سالق به زورش میرسد ارزانتر، هیچ گپی ندارد. مهم سالم باشد و از 1 ساله گذشته باشد.